5000 سال گذشته میلیون‌ها اسب اهلی شدن. اما یه نژاد وحشی واقعی هنوز تو طبیعت نفس میکشه. اسب پرژوالسکی یا همون اسب تاکی، نماد وحشی دشت‌های آسیای مرکزی. حالا یه اتفاق علمی تاریخی داره رخ میده. بعد از 200 سال این اسب‌های در حال انقراض دارن به دشت‌های قزاقستان برمیگردن. امروز قراره داستان معجزه‌وار نجات این اسب‌ها رو براتون تعریف کنیم. پس تا آخر این ویدیو رو با ما همراه باشید. یادتون نره لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها بنویسید تا حالا اسب سوار شدید و تجربتون در مورد اسب سواری چطور بوده. اسب‌های پرژوالسکی که به اسم نیکولای پرژوالسکی کاشف روس قرن 19 نامگذاری شدن، یه زمانی آزادانه تو دشت‌های مغولستان، چین و قزاقستان می‌تاختن. اما از قرن 19 شکار، انتقال به باغ وحش‌های اروپا و تخریب زیستگاهشون این اسب‌ها رو به مرز انقراض رسونده. باور می‌کنید یه زمانی فقط 12 اسب باقی مونده بود. 5 نر و 7 ماده. همه فکر می‌کردن نسلشون برای همیشه نابود میشه. ولی اینجا بود که یه معجزه علمی شروع شد. از سال 1959 باغ وحش‌های دنیا دست به دست هم دادن و یه دفترچه ثبت بین‌المللی برای اسب‌های پرژوالسکی درست کردن. این دفترچه یه سیستم هوشمند بود که جفتگیری اسب‌ها رو کنترل می‌کرد تا ژن‌های سالم حفظ بشن. اسب‌ها با هواپیما بین قاره‌ها جابجا می‌شدن تا جفتگیری حساب شده داشته باشن. نتیجه چی شد؟ تا سال 1980 جمعیت این اسب‌ها تو باغ وحش‌ها و مناطق حفاظت شده بیش از 1000 رأس رسید. اما هنوز یه مشکل بود. اینا تو اسارت بودن و دیگه واقعاً وحشی نبودن. سال 1985 چین تصمیم گرفت این اسب‌ها رو به خونه اصلیشون برگردونه. بیابان‌های شینجیانگ، یه منطقه خشک و خشن، فقط 4 کیلومتر مربعی انتخاب شد، بدون علفزار سرسبز یا رودخونه. 24 اسب از باغ وحش‌های انگلیس، آلمان و آمریکا با هواپیمای باری روس به اونجا فرستاده شدند. برای وحشی شدن دوباره این اسب‌ها 30 روز قرنطینه شدن. فقط علف بومی خوردن و حتی مدفوع گرگ دورشون ریخته شد تا غریزه‌شون بیدار بشه. چین یه بانک ژنتیکی زنده ساخت. یه مرکز اصلی با 4 چراگاه فرعی، هر کدوم با یه نر و 6 تا 8 ماده. هر بهار این گروه ها مثل عقرب یه ساعت جابجا میشن تا از همخونی جلوگیری بشه. منطقه کالامایلی با دمای 42 درجه تو تابستون و منفی 30 درجه تو زمستون برای رهاسازی انتخاب شد. چرا؟ چون هدف این بود که اسب‌ها واقعا وحشی بشن. دوربین‌های طلایی نشون دادن این اسب‌ها با کولان‌ها یا گورخرهای آسیایی کنار اومدن و حتی ثبت میکنن تا اونا اول آب بخورن. گیاهان منطقه هم بهتر شدن چون چراگاه‌های اسب‌ها ریشه‌های علف‌های بومی رو قوی‌تر میکرد. اما چالش‌هایی هم بود. گرگ‌های خاکستری 3 اسب نر رو تو همون زمستون اول شکار کردن. این فاجعه نبود، بلکه نشون دهنده یک اکوسیستم سالم بود. چین با موفقیت شینجیانگ پروژه 3 ستاره رو کلید زد. ایجاد 3 جمعیت مستقل با حداقل 150 اسب بالغ تا سال 2025 اولین مقصد کوههای داکینگ تو مغولستان داخلی بود. جایی که 13 اسب با قطار منتقل شدند. مقصد دوم کریدور هپسی تو گانسو با 8 اسب تو سال 2023. قزاقستان هم تو سال 2024 توی یه حرکت نمادین اسب‌ها رو با هواپیماهای نظامی به دشت‌های مادریشون برگردید. چین، مغولستان و قزاقستان یه شبکه حفاظتی مشترک راه انداختن و تا آخر 2024 جمعیت اسب‌ها تو چین به 400 رأس رسید. مقصد بعدی کجاست؟ شاید دریاچه چینگهای. خب دوستان، این بود داستان شگفت‌انگیز بازگشت اسب‌های پرژوالسکی به طبیعت. به نظرتون برگردوندن حیوانات در حال انقراض به طبیعت کار درستیه؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. اگه تجربه این با اسب‌ها دارید برامون تعریف کنید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ماجراهای علمی بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. این وسط یه توافق هم بین چین و مغولستان و قزاقستان شکل گرفت.